آقای عباسی یه هایبای گرفتم با یه کیک، اینم پولش خدمت شما. دست در میکنه. عبدالله یه دستشوی ببینیم باری نیا عبدالله. من نمیام. بیرون دیگه. نمیخوام. عبدالله با خود کار نره، فقط خوراکی ها تو میخوای. خب من واسه همین تو دستشویی هم دیگه. عبدالله یه هایی با علکی با ما لج نکن. عبدالله بیرون. من نمیام. من هایبای نمیدم بابای من واسه خود بخوام واسه خود بخور. تو که نمیتونی جایی بری که. نستس میکنی میخوری، بیا بیرون. نمیام. من قمار میشه تو زنگ بخوره. عبدالله بیا بیرون، در دستشویی نشونیم. عبدالله بیا بیرون. شریفی بریم دیگه، بی خیال من شی. عبدالله تو آخرین روز مدرسه هر دعوایی افتادی من و طالبی قول میدیم پشتت باشیم. تو طالبی. آره. از اولین روز مدرسه با همین حرفان خرج کردیم، خوراکیامو خوردیم. این همه دعوا افتادم، یک کدوم جلو نیومدین. کجا مجله نمیدی؟ پیروز پسر داشت برام میزد، شما کجا بودین؟ من واسه میگم دعوا تمام شده بود دیگه. تو می‌خواستی بالا دعوا تمام شد. من این همه تو زدم شریفی کمک. داشتی من نگاه می‌کردی که. من تو موسوی نزدیم؟ آره. کردیم. دروغ نگو، ولش کن. من خوراکی خودم بخورم آقا. بابا یه هایی بودی دیگه. یه هایبایه اینو یادم نرفت. پیروز سالیبی سالدوری آوردید پشت مدرسه بخورین. گفتی سعید بگو تو عبدالله نیمت. ها اون سالدوریه چرا من یه لقمه کوچیک بود والا. اون یه لقمه کوچیک بود. آره. کوکو سبزی که تو آوردی چی؟ اونم یه لقمه کوچیک بود؟ ها؟ ماکارونی که این آورد چی؟ اونم یه لقمه کوچیک بود؟ بگو دیگه. آبگوش کوبیدش آوردی؟ اونم یه لقمه کوچیک بود؟ دوست نداشته باشی به تو نگفتیم خب.